خیلی از این آقایون به خود حضرت آقا هم لبیک نمیگن. خب این مال چی میتونه باشه؟ واقعا مال چیه؟ یعنی اصلا میشه دیگه کنار این مطلبی رو مثلا عرض میشود گذاشت، بعد جمع‌بندی بکنیم ببینیم که علتش چی میتونه باشه. علتش خود ما هست. علت خود گفت تو خود یه شعری داره حافظ که حجاب خودی حافظ از میان برخیز. واقعا خودمون باید ببینیم که کارمون کجاش خرابه، مشکل ما چیه. واقعا مشکل ما اینه به چالش کشیده بشیم توی یه جلسه. مشکل ما اینه که از ما انتقاد کنن. مشکل ما اینه بگن آقا بلند شو بخون، ما ببینیم که واقعا مرد این میدون نیستیم پیش 4 تا استاد بخوایم بخون. مثلا عرض میکنم دیگه این مشکل شاید باشه ولی مشکل دیگه نمیتونه باشه. این عزیزان فکر نمیکنم مثلا اگر حرفی تا به حال برای زدن داشتن بعضی از دوستان ما، چه در جوانها چه حتی در پیشکسوت‌ها، ما عزیزانی رو در همین حوزه ستایشگری و پیشکسوت‌هایی رو داشتیم که اصلا نیومدن 1 ساعت هم نه در خانه مهدان نه در هیچ جا حضور پیدا نکردن، حتی اجازه ندادن باشون یه مصاحبه بشه، یه فیلم برداری ازشون بشه و فوت هم کردن.